دوست داری یه نفر عاشق خود کنی؟ آدما چطوری عاشق میشن؟ تو ذهن آدما چی میگذره که تبدیل به عشق میشه؟ آدمای خاص و برتر عاشق چه کسایی میشن؟ اینجا باش تا بهت بگم. تا به حال به این دقت کردید که مفهوم عشق چیه؟ وقتی میگیم یه نفر عاشق شده یعنی چی؟ عشق یعنی تمرکز و توجه بیش از حد به فرد دیگه به گونه‌ای که نیازهای اون شخص حتی از نیازهای خودمون مهمتر باشه. اگه میخوایم کسی رو عاشق خودمون کنیم باید کاری کنیم که مورد توجه خاص اون فرد باشیم. یعنی اینکه در فکر اون فرد ما مورد توجه ویژه‌ای باشیم. خیلی ساده است. ما باید کاری کنیم که فرد به همون فکر کنه، یعنی به درون ذهنش نفوذ کنیم و وادارش کنیم در مورد ما رویا بافی کنه. فرض کنید با دختر یا پسری وارد رابطه شدید. علت تمایل اولیه خصوصیات ظاهری شماست که باعث شده اون دیت اولیه شکل بگیره. بعد از دیت و آشنایی اولیه این درون شماست که این رابطه رو حفظ میکنه. عجله نکنید، من رازشو بهتون میگم. فقط اولش چند تا سوال ازتون دارم. فرد مقابلتون در چه صورت بهتون فکر میکنه و براش مهم میشید؟ چه چیزی باعث میشه یک نفر در موردتون رویا بافی کنه و آینده ای رو تو ذهنش بسازه؟ جواب سوال ساده است. فرد وقتی در مورد شما رویا بافی میکنه و آینده خوب و پرهیجانی رو در رابطه با شما میبینه که شما فکری در ذهنش قرار بدید، این باعث رویا بافی میشه. اشتباه اکثر آدما تو مراحل اولیه ارتباط همینه. تمام خودشون رو میذارن روی میز. تصویر خودشون رو کامل در اختیار طرف مقابل قرار میدن. اشتباه بعضی ها هم برعکس اینه. یعنی هیچ تصویری به شخص مقابل نشون نمیدن، در حالی که کافیه شما تصویر مبهم و پازل هایی بسازید تا لازم بشه طرف مقابل اونو تکمیل کنه. حالا چطوری تکمیلش میکنه؟ مغز انسان به رویا بافی اعتیاد داره، دوستش داره. همیشه بهترین تصویر رو از نقاط مبهم میسازه. کافیه شما 10% تصویر رو به طرفتون نشون بدید تا بقیه‌ش رو با رویاهاش تکمیل کنید. مثلا لازم نیست در مورد شغلتون بگید من دقیقاً این کارو میکنم، اینقدر درآمد دارم و اینقدر ساعت کاری دارم. اینجوری دیگه نمیشه رویا بافی کرد. شما همه چیتون روی میزه. کافیه بگید من تو این صنعت کار میکنم، ارتباطات خوبی دارم و خدا رو شکر همه چیز داره خوب پیش میره. شما یک نخ ریزی از تمام اطلاعاتی که باید بدید رو به طرف مقابل دادید. به عنوان مثال، به جای اینکه بگید من کارمند آیتی این شرکتم، 20 میلیون درآمد دارم و هر روز صبح تا شب کار میکنم، به جاش باید بگید من متخصص آیتی ام، در حال حاضر با شرکت بزرگی هم همکاری دارم و قرار پروژه های بزرگی داشته باشم. اینجوری طرف مقابل وقتی ببینه با اعتماد به نفس کامل بهش میگید که شما همچین شخصی هستید، شروع میکنه به رویا بافی کردن و میگه پارتنر من با تخصصش داره رو به جلو حرکت میکنه و مشخصاً آینده خوبی داره و دائم در مورد ارتقای شغلی شما رویا بافی میکنه. اونم با افکاری که همیشه بهترین حالت رو میسازه. سعی کنید همیشه مبهم باشید. مردم آدمای مرموز و مبهم و دوست دارن. نقاط زندگیتون رو کامل نکنید. بدون اینکه مستقیم اشاره کنید خودتون رو با انسانهای دیگه متفاوت نشون بدید. افراد به این تفاوت و ابهام علاقه‌مند میشن و شیفته اینجور انسانها هستن. کمتر صحبت کنید. هیچ وقت از خودتون تعریف نکنید و اگر خواستید چیزی رو به نمایش بذارید غیر مستقیم دست بذارید روش. و اینو یادتون باشه، اکثر مردان و زنان عاشق چیزی میشن که خاص، غیر قابل دسترس برای همه باشه.
این نکته رو به ذهن طرف مقابل بندازید که شما راحت به دست نمیایید و هیچ وقت 100% شما در اختیارشون نیست. واضح و مشخص اعلام کنید اگر خط قرمزاتون رعایت نشه در رابطه نمیمونید. زنی که راحت به دست بیاد و خط قرمز نداشته باشه مورد توجه و عشق مردی قرار نمیگیره. باید این فکر رو در سر مرد عاشق بکاره که اون خاصه و در صورتی حفظ میشه که تلاش و ارزش گذاری شما رو ببینه. یه نکته به خانوما میگم که به عنوان سلاح میتونن ازش استفاده کنن. سعی کنید اگه مرد ایدئالی رو پیدا کردید و دوست دارید باش آینده‌ای داشته باشید، از این ترفندها استفاده کنید. جوری وانمود کنید که مردتون رو به خاطر خودش انتخاب کردید، نه شرایطی که داره. ولی از این مرد توقع داشته باشید که همیشه ارزشتون رو حفظ کنه. به عنوان مثال بهش بگید که علت علاقتون بهش اینه که میدونید براش ارزش خاصی قائل هستید و اگه این ارزش رو حس نمی کردید لحظه‌ای باهاش نبودید. این نکته رو غیر مستقیم تو ذهنش بکارید که قبول کردید که اون مرد براتون ارزش قائل شده و نگهبان و محافظ شماست. اینجوری اون مرد هیچ وقت نمیخواد تصویر دیگه‌ای بهتون نشون میده و در نهایت تلاششو میکنه که اون تصویر تو ذهن شما ثابت بمونه. ولی در همین حین این نکته رو تو مغزش فرو کنید که خط قرمز براتون خیلی مهمه و خیلی با اهمیت و هر لحظه امکان داره از دستش بدید. فقط کافیه حس کنید براش ارزش قائل نیستید. اینجوری مردی رو دارید با دو ویژگی برتر. یک، اینکه اون صدشو برای شما میذاره و نمیخواد تصویر دیگه‌ای تو ذهنتون بکاره. دوم، اینکه همیشه ترس جدا شدن ازتون داره و به همین خاطر همیشه تلاششو میکنه، چون اگه کم بیاره یا خطایی داشته باشه شما رو از دست میده. دقیقاً همینه، چه رفتار زن و مرد چه هر چیز دیگه. اگه شما به عنوان یک شی، یک هنر، یک چیز ارزشمند باشید، تلاش برای شما خیلی خیلی بیشتره. اگه به ترفندهای ذهنی علاقه داری، اگه دوست داری محتوایی که میبینی ارزش وقتتو داشته باشه، با من همراه باش تا بقیه ویدیوهامو ببینیم. توی ویدیوی بعدی من بهت میگم برترین مردها و از برترین زنها عاشق چه کسی میشن. دکمه سابسکرایب رو بزن تا بهم کلی انرژی بدی برای ساخت ویدیو بعدی.